سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم همیشه حالتون عالی باشه. رو به راه باشید با آموزش 0 تا 100 اعداد در زبان ترکی در خدمتتون هستم. میخوایم اعداد رو از 0 تا 100 یاد بگیریم. قبل هر چیزی لایک و سابسکرایب یادت نره، زنگوله رو بزن که هر پستی اومد بیاد سری برات. خب بریم که بخونیم. ابتدا 0 تا 10. 0 تا 10 رو میخوام بهت بگم. به دقت به اینها گوش کن. 0 میشه صفر، 1 میشه بیر، 2 میشه ایکی، 3 میشه 3، 4 میشه 4، 5 میشه 5، 6 میشه 6، 7 میشه 7، 8 میشه 8، 9 میشه 9، 10 میشه 10. بریم اعداد بعدی. 20 میشه 20، 30 میشه 30، 40 میشه 40، 50 میشه 50، 60 میشه 60، 70 میشه 70، 80 میشه 80، 90 میشه 90، 100 میشه 100، 200 میشه 200. نگاه کن، 200 یعنی 2 تا 100. 300 3 تا 100 داره دیگه، میشه 300. 400 4 تا 100 داره، میشه 400. 500 5 تا 100 داره دیگه، پس اول 5 رو میگیم بعد 100 رو میگیم. 500 یعنی 5 تا 100. 600 6 تا 100 داره دیگه، میشه 600 تا 900. اینجوری روند. خب 1000 میشه 1000، 1000 میشه 1000. 2000 میشه 2000 یعنی 2 تا 1000. پس 2000 میشه 2000 یعنی 2 تا 1000. 3000 میشه 3000 یعنی 3 تا 1000. 4000 4000 یعنی 4 تا 1000. 5000 5000. این فرمول هست تا 100,000. همینجوری میره. بریم سراغ آموزش. خب دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. بریم سراغ اعداد رو یاد بگیریم. الان نگاه کن، تو اعداد داشتم اینا رو حالا بزرگتراشون رو میگفتم. به طور مثال از 0 تا 10 رو گفتم، از 10 تا 90 رو گفتم، از 100 تا 1000 رو گفتم، از 1000 به بالا هم گفتم. حالا به چه سبکی اینا میرن جلو، اعداد جلوتر میرن. خب الان نگاه کن، میخوایم اعداد رو یاد بگیریم، اعداد بینابین رو یاد بگیریم، بتونیم هر عددی رو بگیم. الان نگاه کن، به طور مثال عدد 17 رو نگاه کنی. 17 یک 10 داره، بعد 7 داره. نگاه کن، از 2 جزء تشکیل شده. اول پس باید 10 رو بگیم بعد 7 رو بگیم، چون 10 بزرگترشه دیگه، پایش 10، بعد 7 اومده. پس اول 10 رو میگم بعد 7 رو میگم. 10 میشه 10، 7 میشه 7. 17 پس میشه 7. خب مورد بعدی 18 هستش. میخوام 18 رو بگم. 18 هم یک 10 داره، باز بعدش یه 8 اومده. اول بزرگتر میاد تو، بعد 8 میاد دیگه، کوچیک‌تره دیگه. پس اول پایش رو میگم بعد کوچیک‌ترش رو میگم. 10 میشه 10، 8 میشه 8، میشه 18. خب مورد بعدی 25 رو نگاه کن، یه 20 داره بعدش 5 اومده. پس اول 20 بزرگترش رو میگم بعد 5 رو میگم. 20 میشه 20، 5 میشه 5. 25 میشه 25. مورد بعدی 42 بزرگترش 40، بعدش 2 اومده دیگه، درسته؟ پس اول 40 رو میگم بعد 2 رو میگم. 40 میشه 40، 2 میشه 2. 42. میخوایم بگیم 123 رو چطوری بگیم؟ 100 بزرگتر 123 هست، پایشون هست، بعد 20 اومده بعد 3 اومده دیگه، درسته؟ پس به ترتیب 100 میشه 100، 20 میشه 20، 3 میشه 3. 123. مورد بعدی 342 پایش و بزرگترش 300، بعد 40 اومده بعد 2 اومده. به ترتیب 300 میشه 300، 40 میشه 40، 2 هم میشه 2. 342. خب بریم اعداد بعدی. 600 میشه
670 میشه 70 8 میشه 8 خب میشه 678 678 مورد بعدی 1998 1000 میشه 1000 900 میشه 900 90 میشه 90 8 میشه 8 میشه 1000 998 1998 1000 998